حاصل فункცია لوگاریتم رو دوام میکنیم. در درس گذشته ln رو دبر اومده. در ln اساس یه بود. در این درس عموما لوگاریتم که با هر نمودی عدد بغیر از منفی البته باشد چه حاصلش میگیریم. در اینجا من فرمول موندم. چه که فرمول دیگه شده. فرق کلون است یا خیلی است. مثلا در اینجا یا تقسیم x باشه. در اینجا یا تقسیم x داریم. در اینجا فункცია در صورت حاصلش در مخرج خودی فункცია باشه. در اینجا هم داریم. فقط یک چیز دیگرگونی است. وقتی لوگ میباید در مخرج هم وقت ln اساس رو میمونیم. اساس که در اینجا از ln a رو میمونیم. برای چی خیلی میشه؟ مثلا بگذاریم این لوگاریتم رو نویسیم. لوگاریتم ax. اگر در خاطر داشته باشین یک خصوصیت هست. اساس رو عوض کرده میتونیم. بیاین اساس رو به y عوض کنیم. چی میشه؟ لوگاریتم x لوگاریتم ی a. این خیلی قاعده است. ما عوض کرده میتونیم به عدد دیل خوب. وقتی اساس ی میشه این لوگ شکلش رو عوض میکنیم و شکلی ln تبدیل مییابد. این خیلی میشه. و این رو با چیکار نمیشه میتونیم؟ یا تقسیم ln a در اصل ضرب ln x و حاصل این فункція رو چیکار میگیریم؟ در اینجا این یک عدد است. این رو نمیرسیم. یا تقسیم ln a میشود. ضرب حاصل فункція ln یا تقسیم x. چیکار که میبینید در اینجا هست. برای فункція مرکب باشه همین خیلی است. این فهموندم حرکت کردم از جهت ln. اکنون بیاین مثال ها رو کار کنیم. فرمول بگیم حاصلش رو گیریم. چون از روی قاعده یک مش رسوندن اساسمون 5 است. a در اینجا 5 و حاصل این فункція به چی برابر می شود؟ از روی قاعده یک تقسیم x ضرب ln a. دومش گیریم. در اینجا فункція کمتر مرکب تر است. حاصل این فункція به چی برابر می شود؟ از روی قاعده ما حاصل فункція در صورت در اینجا فункція ما x کوادرات مینوس x حاصل این چی می شود؟ 2x مینوس 1 خط کسر رو میکشیم و در مخرج خودی فункція x کوادرات مینوس x ضرب ln اساس ما در اینجا 3 است. ln 3 می شود. این است حاصل فункція لوگاریتمی. باز یک مثال مرکب تر کار کنیم. چرا که در درس گذشته گفته بودم ما میتونیم حاصل رو از روی قاعده گیریم یا اینکه خصوصیت‌های لوگاریتم رو ساده برده شکلش رو ساده کرده بعد حاصلش رو گیریم. چیکار میکنیم؟ در اینجا که تقسیم است اگر در خاطر داشته باشیم لوگاریتم رو با این شکل گردانده میتونیم. لوگاریتم 2 x کوادرات مینوس x در اینجا که تقسیم است مینوس میشود ضرب رو جمع کرده میتونیم مینوس لوگاریتم 2 x جمع 3. وقتی ما شکل رو شوازیم کمتر ساده تر شد ما میتونیم حاصلش رو گیریم. حاصل این فункція به چی برابر میشد؟ هر دویش رو الویده حساب میکنیم. از روی فرمول میرویم و فرمول بگم چی میگه؟ حاصل x کوادرات مینوس x این 2x مینوس 1 میشود. خط کسر رو مینویسیم. x کوادرات مینوس x ضرب ln 2 اساس ما 2 است برای ln 2 مینوس اکنون این رو میگیریم. حاصل x جمع 3 این 1 است. خط کسر x جمع 3 ضرب ln 2 چک می‌دونیم کار کردیم. شما البته میتونید همین فرمول یک بار استفاده بردن. چرا گفته بودم حاصلش رو چیکار میگیرین؟ اول فункція ما که در اینجا مرکب است x کوادرات مینوس x جمع 3 حاصلش رو میگیریم. بعد همش رو تقسیم خودی فункція باز x کوادرات مینوس x جمع 3 و وقتی شما حاصل این صورت رو میگیرین البته که قاعده تقسیم رو باید استفاده کنین. یعنی حاصل اول ضرب خودی دوم مینوس حاصل دوم ضرب یکم تقسیم کوادرات مخرج است. بعد تقسیم همش باز همین. چون میبینید راهش کمتر درازتر است. وقتی شکلش رو واسه آسان تر میشود.